دوستان سلام، وقتتون بخیر. یه مدل ماشین ریش تراش برند VGR برامون آوردن با این مشکل که دکمه پاور رو که میزنم نمایشگر روشن میشه همونطور که میبینید، ولی موتور نمیچرخه. اینا 5 تا تیغه دارن که یه مجموعه است، اینطوری وصل میشه توسط این شافت، اینطوری وصل میشه و خیلی اصلاح تمیزی رو ارائه میده این مدل ماشین. منتها خب این ماشینا یه ایرادایی که دارن، هم قطعاتشون کمه، همین که از لحاظ متریال و بدنه فانتزی و ظریف هستن. مشتری عزیزمون این ماشین رو پیش چند تا تعمیرکار برده، بعضیا حتی قبول نکردن که بازش بکنن و یه چک بکنن، چون بسیار بسیار ماشینای ظریفی هستن و تخصص خودشون میخواد برای تعمیر. میریم باز بکنیم ببینیم مشکلش چیه. خب همینطور که مشاهده میکنید من قاب رویی این ماشین رو باز کردم و همینطور که میبینید یه مجموعه هست، مجموعه گیر بوکسشه که حالا من پیچای اینو رو خوب شل میکنم تا شما ببینید که داخلش به چه شکل است. خب همینطور که مشاهده میکنین موتور رو من جدا کردم. یه موتور 3.7 ولت DC هستش که من با منبع تغذیه آزمایشگاهی بهش برق میدم تا ببینم که کار میکنه یا خیر. من اینو روی 3.7 تنظیم میکنم ببینیم که خب همینطور که مشاهده میکنین موتور گیرپاچ هستش. خب این ماشین موتورش پیدا نمیشه، متاسفانه تو بازار این موتور وجود نداره یا باشه خیلی هم کمیابه. من تمام سعی میکنم که درستش بکنم و ادامه فیلم شما رو در جریان میذارم. خب دوستان این موتور ماشین ریش تراش به VGR مونم تعمیر شد. همینطور که میبینین با یه قدرت خیلی عالی، مثلا دستم یه لحظه سوخت، با یه قدرت خیلی عالی داره کار میکنه و حالش خوب شد، میره خونه.